سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. امروز قراره که اولین پک اوپنینگ چنل رو داشته باشیم. بله، باکس 250 تایی که فکر کنم یه 19 تا شانس رایگانی زدم. اینا شانس رایگانه. و بچه‌ها اگه صدایی اومد ببخشید، من تو مهمونی هم دارم این ویدیو رو میگیرم. کاملا عذر میخوام. بریم برای شانس رایگان اول بدون هیچ روش. سی بی چرت و پرت. من که میدونم دیگه، کنم قراره امروز دارم اون رو سرویس کنم. اوه، وای خوب بود. بریم واسه شانس رایگان دوم. RWF اینم چرت و پرته. خب حالا بریم سراغ شانس رایگان سوم. حالا فرش قرمز پک کردی واسه کی آخه؟ یعنی کنامی همین طوریش الکی پک اوپنینگا رو مثلا خفن میکنه واسه کی؟ فرش قرمز بعد واسه این بذاری، این بذاری. منظورم همون ستای اوله. بذاری رو کارتا بذارم واسه این 5 تا بذاری. حالا این نه، این 4 تا. خب بریم سراغ چهارمی. برو داخل کنامی. ای خدا، کنامی دایچی کامادا، یعنی پر ژاپنی میکنه به خدا. و ژاپن کشور خوبی دیگه، ولی نباید انقدر پارتی بازی کنی. من هیچ حرفی ندارم، فقط بریم بزنیم. و باکس خیلی سفتی هم هست مثل این که، یعنی خیلی راحت ازش نمیشه بازی کن گرفت. شانس رایگان بعدی هایلایت. الان به درد چیه من میخوره؟ الان تو بگو هایلایت به درد چیه من میخوره. سمنیو. حالا بریم واسه اولین 10 تایی رو میزنیم ببینیم چی میده. کنامی 10 تایی زدم ها. کنامی 10 تایی زدم. کنامی 10 تایی زدم. الان این مالیک فوفانا به درد چیه من میخوره؟ خدایش تو بگو به درد چیه من میخوره. حالا بریم سراغ یه دونه دیگه، یکی تکی CF به درد نخور. 1 ستاره. و کنم اذیتمون نکن، یه اپیک بده دیگه. حالا دوباره زدیم. نه، مثل اینکه نیاز به روش داره. 1 کنسل، 2 کنسل، 3 کنسل، 4 کنسل، 5 کنسل، 6 کنسل، 7 کنسل، 8 کنسل، 9 کنسل، 10 کنسل، 11، 12، 13. اینو بدین. وای کنامی کارت چرت و پرت چرا انقدر میدی؟ اینو 3 تا میزنیم. حالا بده. نمیدونم 3 تا زدم یا 2 تا. حالا بده. ندادی؟ بده دیگه بابا. حالا گفتم باکس سیاهی ولی دیگه ندارین حد. یه دونه دیگه هم بزنیم تکی. به هر حال فرقی نه. الان فرش قرمز واسه دروازه‌بان گذاشتی. این دروازه‌بان حتی هایلایت هم نیست. تو رو خدا تنها چیزی که نصیبم میشه هایلایت نباشه. کنامی اپیک بده. وارسی و خیلی میخوام. وارسی بیلداپ کنار کانوارو یا دفاع قول. من دفاع وسط خیلی نیاز دارم بچه اگه بابا. حالا یه کارت بده دیگه کنامی. راولم بدی خیلی خوبه. راولم بدی عالیه، استفاده میکنم. نداد کنامی. بابا این بدبخت 1000 تا گل میزد آخرم هیچی به هیچ. کلوسفتی رو میدم. شانس رایگان بعدی هم زدیم دیگه. کنامی بده دیگه. خسته شدم اینقدر انیمیشن سیاه و سفید دیدم. کنامی یه بار بریم تو گیم پلن. اینجا دروگبا رو با پیکفورد جاشو عوض میکنیم. برمیگردیم سریع باید بریم پکه رو باز کنیم. تکی هم باید باز کنیم. من هیچی نمیگم تا اپیک ندی. من هیچی نمیگم.
حالا یه دونه 10 تایی هم بزنیم دیگه. اپیک اپیک. کیه وای خدایا، پشت عیسی کیه؟ تو رو خدا بارسی باشه، تو رو خدا بارسی باشه. فرناندو تورس. بنازم. چه کارتی. لیورپولی دوست داشتنی. اکسلریشن برست هم داره. بنازم کنامی، بنازم. اپیکو گرفتیم. حالا میخوام، این روش جواب بود که بریم دوباره. میخوام برم توی مای تیم گیم پلن، اینطوری کنم. حالا بیایم دوباره این بار با باتیستوتا عوضش کنیم. حالا بیایم از اینجا، کجای دیگه؟ مثلا که از اینجا نیست. گن زدی. برو. آفرین. ببین کنامی، درسته اینو دادی، اینم بده. یا کنسل، 2 کنسل، 3 کنسل، 4 کنسل، 5 کنسل، 6 کنسل، 7 کنسل، 8میو بزنیم به عشق کسایی که طرفدار کریستیانو رونالدو ان. اپیک دوباره پارچی سونگ. وای اسکراسینگ داره، خیلی خفنه. چه باکسی، چه بک اوپنینگی شد. بک اوپنینگ اول چنلمون. یه منچستری، یه لیورپولی. بریم دوباره، این بار 10 کنسل به عشق مسی فنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اینو میزنیم دیگه. بریم ببینیم این دیگه چی میگه. نه دیگه نشد. چه کارتایی. اینو 11 تا میزنیم به عشق نیمار. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میبودن. الوی چرت و پرت. حالا دیگه بدون روش میزنیم، دیگه هیچی نداریم. واقعا ما باید خوشحال باشیم به همینا، چون خیلی اصلا اپیک نگرفتم و تعداد شانس رایگان زیادی هم نزدم من. یعنی دیدم خیلی با 84 تا اصلا نگرفتم، با 84 تا. بریم دوباره این بار CF چرت و پرت. من اصلا انتظاری ندارم از کنامی، 100% هم نمیده. آقا این جواب بود و این روشه که بریم داخل مای تیم. حالا یه بار دیگه هم بریم، این بار باتیو برگردونیم سر جاش. برگردیم فن باستن. حالا یه دور همینجا میچرخونیم همینطوری تا برگردیم به پک برزیل. حالا میریم سراغ اینجا سری. اینجا یه کی دیگه باز میکنیم. آربی چرت و پرت. اشکال نداره، من دیگه راضیم. اپیکا رو بذاریم تو ترکیب. روخو ببینیم. عجب ویدیویی شد، عجب ویدیویی. وای اینو هایلایت داد. همینم راضی کننده است. همین 2 تا هم داد. خوبه واسه بوستر کرافتینگ نیاز میشه. بریم تو ترکیب. فکر کنم رو میاریم. یه عکس از ترکیبمون بگیریم. یه عکس بگیر دیگه. گرفت. خب رفقا، مرسی تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. لایک، کامنت، دنبال کردن، سابسکرایب کردن، هر چی که به ذهنتون میرسه انجام بدین. تا ویدیو بعدی، فعلا.